سلام و درود خدمت دوستان گلم در آکسیمان سیتی. محمد هستم. امروز اومدم با یه ویدیوی باحال خنده‌دار و یکم شاد. امیدوارم که شما هم اگه این ویدیو رو میبینید مورد پسندتون باشه، لذتش رو ببرید. موضوع ویدیوی امروز ما مورد مدرسه و مدرسه دخترانه هستش که تو مدرسه دخترانه دخترها چه کارهایی انجام میدن، میرختن درس میخونن، چه کاری انجام میدن و ویدیوهاشون امروز اومدیم با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که شما هم از ویدیو لذت ببرید. پس بیایم با هم دیگه بریم ویدیو را ببینیم. Let's go. خب بچه ها بریم ویدیوی اول رو با هم ببینیم. امیدوارم که پسندتون بشه. قبل از اینکه ویدیو رو بخونیم یه نسکافه گلش بخونیم. با اکیپ هستن اینا در اینجور درس میکنن بعد پدر مادرشون اومدن گفتن که بچه‌ها رو ببریم دکتر شه. وای اونو چه بالانسی زد. دمش گرم. گلهای قربت شماره 2 با صدای زفر. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم عذر خانم یا الله سلام علیکم والده مشموشالله این برون برش ننداز خب من بمیرم منو سر لجنند خودش کامل اونا اونجا دارن درس میکنن پوش پشماشو ریخته. هم بگو هم بگو یا دل دارم یا اینا دارن جمع کاملا خونه اینا دارن فیلم میگیرن. مثلا کلا یه اکیپی هم مثل که دامستش پر میکنن. دمش گرم. من موندم این پدرمادرشون مدرسه درس بخونن یا رقص یاد بگیرن، ولی دمشون گرم خیلی کار باحالی کردن. مدرسه با شاد باشه. اولم گفتم تو ویدیو قبلی هم گفتم و الان هم میگم مدارس باید شاد بشن. همین. اوهو مدرسه در اینجور میرقصه فکر نکنم. نه دبیرستانیه بابا. اوه ماشاءالله ماشاءالله خیلی میده. موندم این خانوادهشون چجوریه. این ما یزدی ها مشکل اینه که خانوادهمون خیلی مذهبی هم و اینجور فیلمی اگه بیرون بره عملا هیچکه یه زنده جاش نمیذاره. ولی خب گذشت اون زمان قدیم. تو خیابونه بابا دارن مردم میبینن. دانشجوه خب عادیه. حالا دیگه این دور زمان راحت مردم میرفتن. انشالله که کپی رایت نکنه. آقا من دختر ندارم ولی نمیدونم اگه یه روزی دخترم این کارا بکنه چه حسی دارم. فکر نکنم نه برام منم مشکل نده، ولی خب میگمش بابا یکم مراد کن. بالاخره آدم آبرو داده، ولی نه اینکه بگم حالا میکشم وای چرا این کارا کردی و اینا. نه فرهنگ رو بهش یاد میدم. فقط فرهنگ. اوه اینا رو اینی دارن میرن اینجور. اینا کجا دارن میرن این همه زن؟ این مردم خب این وسط این همه خانوها رو دیده، این همه زن دیده یک کف کرده. نه کچه خیلی نیستن. bir güzel sevmişem sevmeli sevim demişem bir güzel نه کن خدا وکیلی. نه کن خیلی میده این مرده. شیخ داد اینا رفتن برنش اردو
نه اردوی ماه. من اگه واقعا یه روزی ببینم که توی اردو اینجور آدمی اومده باشه و 4 تا دختر دیده باشه اینجور کاری انجام بده، یعنی دهنش آز کنه. چون به نظر من خوبیت نداره. ما به مدرسه اطمینان کردیم بچه همون رو فرستادیم اردو و این آقا هم اینجور مگه اینکه شوهرش، یعنی غیر از هیچ راهی نداره. دلش شاد باشید ماشاءالله ماشاءالله لا 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 لا. پیری میدم بابا، دمشون گرم. ویدیو بعدی. خب اینم یکی دیگه اردو. معلومه که دختر دبیرستانی یا نه این دانشگاهیه. اصلا شاد باشید، بی خیال غم غصه. ما رو بگو چه هفتی چنین خاطر اینو. کجا هست اینا؟ شماله احتمالاً. شمالی ها اینجور کارا میکنن یا تهرون. خوشگلی با نمکی مال کجایی، سبزه‌ای و دلربا اهل کجایی، شهربندر خوشگلی با نمکی مال کجایی، شهربندر سبزه‌ای و دلربا اهل کجایی. شهربندر بته دیگه بچه‌تونه دیگه. رفتن من کافیه. بریم ویدیو بعدی با هم ببینیم. بعد تو مدرسه جشن چیزه، دمشون گرم. با مدرسه و این باشه، این میگم مدرسه شاد. حالا چه پسر نه چه دختر. حالا این بار داریم بیژن دختر نشم میگیم. انشالله دفعه بعدی که بیژن پسر نشه آوردم متوجه میشه. اوی باید نخوری زمین خانم. چیه دستش؟ کیفه؟ اینا تو مدرسه نگاه کن چش تیپی اومدن. وای نگاه کن، چرا همه صندلی ها کناره؟ نمیدونم چجوریه این مدرسه، چرا اینجوریه؟ من یه خیر تو کمرم فرابونه، نمیدونم کجا بریزم. اصلا من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. دور کندکی آقا نسکاف خوردم انرژی زده بالا اصلا دیگه. ببدی وای تعلق شد دیگه. خب دیگه بستونه بچه ها، بستونه. بریم بعدی، بریم ویدیو بعدی. پاتی کماندو رو نگاه کنید اصلا. چه غیره میده با چادر دمش کن. اونو تعلق دار مرد دختر از عادیه بابا. خرباشو بده من. اوه دمش کن. Bakışa benim bakın. Bak geç. Ne o koyun? Şifa. Değil mi? Kodum valla. Malume ki bir daha tutuyor. Kodum valla mazlum. Sevdiğimi bil güzel, yürek güzeldin güzel, kadri kıymetin güzel, bakışından alır. Sevdiğimi ne kalmış o modern bir şeyler. دمشکن. خب رقص با چادرم دیدیم دیگه، چی براتون بزنم؟ بریم بعدی رو ببینیم.
فکر کنم دلتون نخواسته باشه این ویدیو حالا تموم شه. نه من اصلا صحبت نمیکنم، شما محو رقص بشید، کیف میشه برید، شاد بشید، حالش رو ببرید. دمشون بابا باید شاد بشن. کسی که اینجا دارن میرقصن ولی خب ویدیوشون که میره بیرون یکم خیلی سخته. از نظر من رقصیدن هیچ اشکال نداره. چون دستم میخوره. خب بریم یکی دیگه ویدیو هم ببینیم. واقعا دمشون گرم. آخه این تیپ چجوری میزنه میره تو مدرسه؟ گیر بهش نمیدن دمه در؟ ما که دمه در میرفتیم اصلا پدرمون در میره. هرچه باشی حل میام، قلی غفم که باشی به خدا با کله میام. تو که چشمک میزنی وای که میلرزه تنم، روزی میفهمی که من عاشق با تو بودنم، عاشق با تو بودنم. وای لباشو، وای خنده هاشو، توی دنیا که وای باشو وای میدونم تماشم نباشم نمیشه پاشم نمیشه پاشم. قشنگ بود، جذاب بود و دیدنی. بریم بعدی. بابا یا خودن پلات درکوندن اینا جارو بیتاروندن برای من. بچه ها میخوام آخر ویدیو ما با یک رقص مدرسه باحال که تو ویدیو قبلی هم گذاشته بودم تمومش کنم، چون واقعا هر بار که این رقص رو میبینم اصلا روح به تنم تازه میشه. دمشون گرم هر که بوده، هر مدرسه بوده، از طرف من یه لایک بزرگ میگیره. خدا وکیلی نگاه این رقص نه اصلا بیستها چی آهنگ و چه بازی داره. دمش. خب دوستان گلم مرسی که این ویدیو تا آخرش دیدید. امیدوارم هر جا که هستید دور از غصه، غم و در کنار خانواده‌تون به شادی و خوبی زندگی کنید. و اگه که این ویدیو را خوشتون اومد دکمه لایک حتما بزنید. برای حمایت از منم دکمه سابسکرایب حتما بزنید. یه کامنت کوچولوی با حال خوشگل مامانی هم برام بذارید. و اینکه اگر دوست دارید ویدیو بیشتری از مدرسه و چیزای دیگه ببینید لطفاً زنگوله رو فعال کنید و بذارید روی آل تا ویدیوهای جدید که براتون میذارم هم رو شما ببینید. ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.